چیه؟ این که چوب رو در آستین اینها بکنیم. چرا نکنیم حاج آقا بزرگی؟ کلی آدم دور و بر ما هست که لایق القاویز شدنه. همین شهردار تهران. چرا؟ چون بی‌کفایته، بی‌شعوره، بی‌سواده. یه ترافیک معمولی رو حاج آقا نمیتونه شرش از سر این شهر برداره. گشاد کن، دراز کن، مردم راحت برن قبول باشه. ماشاءالله خان، شما اگه میخوای مثمر ثمر باشی به خلق الله برس که مشتری کم و کس نداشته باشه. حاج آقا اصلا بحث من مثمر ثمر بودن و اینو من برای خودم نمیگم، من سرداده انقلابم. یه لحظه تشریف داشته ماشاءالله محجوب مثل بختک رو انقلاب افتاده بود و ولکن نبود. جانم بفرمایید. آقای محجوب جلسه تشریف دارن، شما بفرمایید خدمت میرسن. من میشینم پس منتظرشون. من فقط آقای مجید این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، خواهش می‌کنم. راحت غذا سرد شد، اگه اجازه بدید ما غذا رو میل کنیم. انقلاب هم مسیر خودش رو طی میکنه تا آزادی. ان الله. ولی دل بنشاتید مهندس. اگر از اول انقلاب ما بخوایم شل بگیریم کلامون پس معرکه است. من خواستم از شما سه بزرگوار التماس کنم منو به عنوان عضو کوچکی از این انقلاب بزرگ بدونید و اگر کاری میدونید از دست من برمیاد به من نگید. حاج آقا بزرگی خدا شاهده مشغول الزم مشمول الزمه. اصلا حرفی ندارم بزنم. آقا با شما کار دارم؟ چی؟ در خدمتم. سلام آقا جون. بده دستت ماچ کن. نمیخواد جایی منو ماچ کنی پسر. آخه مگه نمیبینی من مهمون دارم؟ شما بفرمایید اونور من میرسم خدمتتون. برو لشتون. آزاده اصلا آقا ماشاءالله. مهندس جان، آقا ماشاءالله پسر نداره. حقیر دامادشونه. حقیر ببخشید من پا میخچه داره. شما به نظرم بلند پس داماد ایشونه. متاسفم. شما برو اونور بشین. حاج آقا اینا دارن غذا میخورن تا گرمه میل کنم من میرسم خدمت شما. بلند شو برو. من مخلص کلام ختم کلام رو من خدمت سه بزرگوار سرور خودم بگم. من به عنوان دلسوز انقلاب دارم اینو عرض میکنم که همه کسایی که در سالهای گذشته در عرق فروشی، در کاباره، در کازینو، استغفرالله، واقعا استغفرالله کار میکردن هم مستلزم اعدامن، مستلزم حلق آویز شدنن. مماشات نباید کرد. به ما آزادی خواه تاریخ ثابت کرده. مماشات پاشنه آشی انقلاب نو. حاج ماشاءالله شما هم دیگه ماشاءالله داری خیلی تند میری. دوستان به وقتش به اینا هم رسیدگی میکنن. بخت آزمایی چی؟ آفرین. نکته خوبی یادآوری کردیم. اونم باید جمع بشه. باید جمع بشه. و اون بدبخت مفلوکی که تو این شرایط بلیط خریده بعد به خاطر این بلبشو بهش جایزشو نمیدن، اون چه خاکی تو سرش بریزه؟ اون چه غلطی باید بکنه؟ شاید گرفتار، مغروزه، میخواد بچه دار شه، بچه‌های رنگ و رنگ داشته باشه، تشکیل خانواده بده. انقلاب بعد برای جواب دادن به این